سلام علیکم برادران عزیز. من یک برادر شما در این شهر غریبی با کسل‌های گوناگون گرفتار شدیم. من از همه شما خواهش دارم که به من کمک خود را رسانید. من امروز از تشخیص دکتر برگشته برای ما کسلی‌های ожирение третьей степени, гипертонический болезнь второй стадии третьей степени, риск СС о высоких дислипидемии, сахарный диабет второго типа. برادرای عزیز، ما رفتیم دکتر قطعی صحبت کردیم. ما را 300,000 گفتن همی طبابات ما را آخرش طباب ما 120,000 همی مبلغ دریافت کردیم. 180,000 دیگر ما از همه شما خواهش میکنم که کمک خود را به من رسانید. من ожирение بسیار شدید شده، بسیار وزن جدا زیاد شدید شده. در اینجا قینه گشتن در این شهر غریبی 10 قدم زدن پس دل در وای زدن میداره. خودم رو بیزه بیس میکنم. از همه شما خواهش دارم که اگر امکانیت باشه التماس از همه شما که کمک خود رو به من رسانید. از اکه شورا دمیده خواهش دارم که همین ویدیوی مرا به مردم رسانید تا که مردم کمک خود رو به من رسانند. هزار رحمت. سلام علیکم برادران و پاخورانی که این حال ما را تماشا کردین. سلام خدمت میرسانم و هزار رحمت کلام به هر یک شما که امروز درباره ما هستیم و درباره هر یک نیازمند که ما پیشنهاد شما میکنیم و با دستگیری یک دیگر هر یک مشکلی هر یک چیزی هست که انشاءالله که به آخر میرسد و دستگیری شما چی سوم باشد چی تیوری با کدام جهتی باش ما درباره ما هستیم و دستگیری میکنیم و ویدیو تماشا کردیم. برادر ما هست، این هم مقصد در شهر غریبی همینجا مراجعت کرد که التماس برادر عزیز مقصد با نسد سکوری میغلطد با نسد میبرنشه 300,000 روبل میگنشه 120,000 خیلی بین برادر چیوش جمع کردن 180,000 دیگه نمیرسد. برادر عزیز نمیره که در پایان است، نمیره کرد همین برادر نمیره تلفن همین برادر است. میتونین زنگ بزنید و میتونین که مقصد در همین کرده سهمی خودتون رو بزگرانید. برای همین برادر عزیز فقط به خاطر الله به طرف نباشین. هر کجایی که باشین چی ویدیو را مقصد میبینی ویدیو را مقصد سوم نداره که خیر کنیم. پروست پدلیت که به برادرات شاید یک برادر شما سبب شد یک برادر شما خیر کنم. انشاءالله که در خیر او شما هم خوش هستین. برای برادر عزیز خاص به خاطر الله التماس همتان خواهش میکنم که بیا همه کسی این روزا میرنگی همه روزا یک طرف یک جایگی میشیم و دستگیر این برادری مهربان خدا میشیم. برای هم قصر یک جایگی را فراموش نمیکنیم، همه کده دستگیری میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران عزیز.